مثل آنی که گندم نمای جعفروش میگویند آقای کبیری لاف از دموکرات دنیوی میزنند، اما میبینیم که باز در اصل دیگر چی است. امروز تماما در عقل تصوری من نمیگنجد که یک عده جوان ها بروند در یک جایی تمرین کنند بیایند که برای تاجیکستان جهاد کنند. اصلا با عقلم درست نمی آید که با کی جهاد میکنید شما؟ با همون مردم مسلمان؟ این چی رذالت است؟ رذیلترین عمل آن است که در جامعه مسلمانی مبارزه سیاسی چهره دینی دادن، این خیلی رذیلت است که در وقتش همین کار کردن که ما جهاد میکنیم، یعنی تاجیک خودشون میکشتن. برای چی؟ و امروز هم این همین فکر در سر میپرورد یک عده. ما اصلا تعجب میکنم که اونها از کجا باشد. این مگر خیانت نیست؟ این خیانت آشکار است که تو بیای ملت خودت به جهاد اعلان کنی، ملتی که مسلمان است.